حاجی چند وقتی هست دیگه هیچی حال نمیده. میایم سر کار تا شب، اصلا نه صحبتی نه چیزی. مشتری ها میگن چی شده، اصلا پکری، حال نداری دیگه، مثل قبل نیستی. میری پیش رفیقا 4 کلم حرف میزنی، بحث میشه، میگن چته، چرا انقدر عصبی، چرا انقدر بد شد. میری خونه تو اتاق، مامان میاد میگه همش تو اتاقتی، چرا دیگه با ما صحبت نمیکن. حاجی نمیدونم اسمش چیه، ولی ما همینو میدونم که شادترین نسل تاریخ بودیم. ما با همه چی جوک میساختیم حاجی. الان خیلی همون اصلا خیلی وقت لبخند نزدم. حاجی ما بد نبودیم حاجی، ما رو بدمون کردن. ما غمگین نبودیم، غمگینمون کردن.